ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که قاشش را می تراشد گناهکار می شود یا نه؟ این ابله از کسی قاش را می تراشد؟ نخواه مرد قاش را تراشد. مرد است. قاش تراشی، قاش چیندن چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما رسانیده بودم که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که قاشهای خدا باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند، از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خدا باریک میکردن. دیگرش زنهایی بودن که چهره‌های خودشان در خال میگذاشتند. دیگرش زنهایی بودند که مویهای علمه میکردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردند، تغییرات در آوردند. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند، من در چهره این فرزند آدم تغییرات می‌درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها در لعنت خداوند داخل میشوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی است. شما باور کنین، همون من بسیار اخبارات ها را نگاه میکنم، به اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنین یا مردمی ایتالیا را، در یک گوش مرد 3 گوشوار دارد، 3 گوشوار. یا در لبهاشون نگینه ها سخت کردگی هستند، در بینی هم نگینه سخت کردگی هستند. و دیگر تغییرات های همین مردها در آوردند، لیکن اونها از طایفه هستند که اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند.